سانتافه با این قیافه 2000 تا مدل و آپشن و فلان داره، از تکتف لو بگیر تا فولای وارداتی شرکتی فلان مهما، خیلی متنوع و قیمت ها متفاوت. این ماشینی که اینجا داریم 2016 MPI فول آسا موتوره، نیو فیسه، اما MPI که نیو فیسه. قیمت این ماشین با توجه به آپشن هاش و وضعیت کارکرد 75000 تا کار و بیرنگ بودنش بسیار قیمت خوبیه. 3 میلیارد و 150 میلیون تومن برای ماشینی که فول آسا موتور، یعنی اتو پارک و اتو هولد و 5 گرم و سرد و سقف و همه چی رو داره و یه توی بسیار تمیز داره و مشکیه و صندلیاش رنگ قهوه‌ای رنگی که خیلی خیلی سالمه توش. یعنی اصلا این رو دریا رو دارم میبینم کیف دارم میکنم، خصوصا این قسمت‌های قهوه‌ایش یا سودوزی صندلی‌ها فوق‌العاده است. کارکرد ماشین وضعیتش در واقع داره داد میزنه. خلاصه شما از زیر 2 میلیارد تا بالای 4 میلیارد میتونی این سانتافه ها بخری که 350 برای این ماشین فول به این تمیزی بسیار خوبه. یکم اینا کارکرده توشون مهمه توی خرید. البته اگه دستی آدمی باشه که بهش درست برسه 500,000 تا هم کار کنه هیچیش نمیشه. تازه الان یه ذره داشتم با دقت نگاه میکردم، لاستیکاش فابریک خود ماشینه که نشون دهنده کیلومتر سپراش رنگ نداره. ماشینه خیلی ماشین دست نخورده و درجه 1 و ترتمیز مرتبیه این ماشین. No, I will never have an electric car. Yeah, I can see that people like them, that they're interesting, and I just like the sound of the V8.